امید همواره در من جاری است، حتی اگر قلبم شکسته باشد. من زندگی می کنم تمامی لحظاتم را. من حس می کنم تمام احساساتم را، شکستگی قلبم و شادی آن را. می دانم که درس‌های تلخ زندگی دیگر برایم تکرار نخواهند شد، چون من آنها را کنار نزدم. من در آغوششان کشیدم و به جهانم، به خدای درونم گفتم و نشان دادم که فهمیده‌ام. من فهمیده‌ام راز این اتفاق را، راز هر اتفاقی در زندگیم را، و این باور را در خود می سازم که هر اتفاقی در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی که می افتد به نفع من است. من درونم، خالق درونم، خدایی که در درون من است همواره حافظ و نگهبان من است، به شرط اینکه وجودش را بپذیرم، بودنش را حس کنم و خودم و او را انتخاب کنم. آخر این متن که نوشتم خودم و او را انتخاب کنم، شما اسم خودتون رو بگین. به عنوان مثال من فرشته را انتخاب می کنم، فرشته کوچک درونم را که همواره با من است. من خدای درونم و خودم را انتخاب می کنم. خدا نگهدار.